تازه انگارها، ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف پیما، اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی، هستی و راستی و آیین و عنعنه های اجدادی. تازه انگارها، ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ. شنوندگان عزیز، علاقمندان گفتارهای ادبی رادیوی فرهنگ، حالا از سلسله گفتار تازه انگارها از خوانی ایجادی نویسنده نامدار تاجیک بهمنیار از کتاب سرمده حکایه های دلپذیری را در قرائت نامزد علم‌های فیلولوژی عبدالجلیل امان به سمعتان میرسانیم. صبح ملا با 3 نفر دیگر گمان میرفت که خویشان آسیابان هستند رسیده بود. چون ملا فهمید که آسیابان جان با جان آفرین تسلیم کرده است، به اشاره معلوم بود سر جنباند و 2 شریکش را بازپس به ده فرستاد. یکی باید مردم را به جنازه می‌خواند، دیگر باید گورکاو را پیدا می‌نمود و در کندن گور به او یار می‌شد. شهباز را فرمود که عاقل را خبر گیرد، چارپای پروایی باشد، بیرون آرد، سر زند. ساعت پس 4-5 زن رسیدند و به گریه کردنها و نالیدنهای دختری آسیابان پیوستند. شهباز این دم گوسفند را سر زده پوست کنده شاخی درختی آویخته بود و گوشت را قسم قسم میکرد. حیران بود که چرا زنی آسیابان نمی نماید و آواز نمی اندازد. چون شب اون واقعه رخ داده بود، زنی آسیابان و رویم سیاه گویان ازارش را چنگ زده تیروار از در بیرون شده بود. وی لحظه کرخت مونده بود. کم کم به خود آمد، حیران ماند، از دلش 1000 فکر و نقشه گذشت. حتی خواهش پیدا شد که گردن این بیماری نیم جان را خفه کند، خدا نکند که پگاه به زبان آید و به ملا کاری گذشته را بگوید. اما به این حاجت نشد. آسیابان چنان که طلوم جرقات را راست بگذاری دست بگیری همونطور پشت زد. صدای مانند به خراسی از حلقمش برآمد و وقت شهباز پیش خزید باور حاصل کرد که این دفعه آسیابان در حقیقت مرده است و وی سپارش ملا را به خاطر آورد. روی ملچه گرد سری بیمار را کشاد و منهش را بست، دست و پایش را راست کرد. بعد به خاطر آورد که چشمش را نپوشیده است. در چشمان باز همان نگاه سگ روی ایوان را دید. تعجب نمود، با قهر پیلکا را پایان زد. بعد به ایوان برآمد و نمد پاره و پوستک را دید. فکر نکرد که چرا زن قنداشتن آنها را فراموش کرده است. جامه را به جای بالش گذاشت و نمد پاره را برو کشید و همان زمان خوابش برد. تا صبح اکی سگ بیدارش کرد و ملا را به یارانش دید. مردک گوشت را پاره میکرد و تعجب که چرا سر به جامه ماند و خوابش برد. شاید زنی آسیابان را نیز همین حالت رخ داده باشد. نیم ساعت پس از زنها مردها آمدند. تخمینا 40-50 نفر جمع شدند. لیک نفر آواز نانداخت. گمان میرفت که آسیابان خویش نزدیکی ندارد، اگر داشته باشد هم هنوز نرسیده است. ملا تدارکات نماز جنازه را میدید. مرده را شسته کفن پیچ کردند. تابوت را فراموش کرده بودند که سری راه از قبرستان بیارند. 2 جوانک را فرستادند که تاز رفتند. حیل نشد که برگشتند. اون مردی که پی گورکاو رفت پی برده با 1 نفر دیگر تابوت را برداشته می آمده که جوانکا رسیده از نیمه راه گرفتند. مرده را در تابوت گذاشتند و تابوت را صحنی حولی برآوردند که هوا به باریدن آغازید. ابر پاره‌ای که نبود. تابوت را برداشتند و روی ایوان آوردند. ملا پیش گذشت، مردم پسش صف کشیدند. ملا نماز جنازه را هی خائیده میخواند. شاید امیدوار بود که تا به پایان رسانیدن باران هم میماند. اما باران شدت گرفت. کسی گفت که غوی ناوه را باید بست که احتمال سیل آمدن دارد. 2 جوانک تابوت آورده بری جامه ها را به سر کشیده سوی آسیاب تاختند. مولا جنازه را خوانده بود، لیک دولیله ایستاده بود. عقل می گفت که بازماندن باران را انتظار باید شد. اما مرده را پس از نماز جنازه نگاه داشتنی گناه بود.
بالاخره ملا اشاره و برداشتن نمود. 4 نفر از 4 پایه تابوت برداشته براه افتادند. 4 نفر دیگر فرصت پس آنها را عوض کردند، با سرعت می رفتند تا پیرهی بغلی پشته. پیرهه لغزان شده بود. امکانی با سرعت رفتن نبود. اما مردم که خیلی تر شده بودند زود باشد می کردند. در نصف پیراهی بوزچران پا یکی از آن دو که پایه های پیش تابوت را می داشتند لغزید. همه با یک آواز واه گفتند، زیرا یکی 72 را نیز کشید که افتاد. 2 قفا نیز افتادند، هرچند پایه تابوت در دست یکی مانده باشد هم مرد از تابوت پرید. 2-3 غیل زد و به شهرود افتاد. 10 قدم پایینتر از آنجا شهرود به کفگرود می آمیخت. از این رو مردم هایاهوی کردند زود گیرید که مرده به کفگرود نرود. اما آب را اینجا سرعت زیاد بود و هم آب خیز بود تا گروه به ساحل رسیدند که مرده را شهرود به چنگی موجی بلاخیز کفگرود سپرده بود. 7 روز مرده را قدقد رود کافتند، پیدا نکردند. از ده پایان آبی دره نیز پیامی نیامد که آب مرده را بیرون افکنده است. گمان می رفت که گرداب آن را زیری خرسنگ کشیده و مرده ورمیده در خفال خرسنگ درمانده است. چون همه ناامید شدند، ملا با بحث کردن جستجو سپارش داد. جامه‌اش را در گور گذاشتند. اگر مرده پیدا شود، خانه آخرتش را صاحب شود. گور را خاک پوش کردند. ملا سوره خواند. همه هزار دست برو کشیدند و دنبال کار خود گرفتند. 3 روز اول شهباز با جویندگان بود. همراه آنها قدقدی رود عصای در دست زیر خرسنگای رود را تفحص میکرد. اگر سری عصا به نرمی برخورد، از مرده یقین بود، چون به نتیجه بودن جستجو را درک نمود. به آسیاب برگشت. زنی آسیابان دیگر گویا به او روبرو شدن نمیخواست که از خانه بیرون نمی آمد. تنها دخترش برای او چای و نان می آورد و با فرارسیدن تاریکی برایش در خانه جاگه می پرداخت. هیچ فرصت دست نمی داد که او با زن تنها بماند و مناسبتی آینده خود را و او را معین سازد. یک مکالمه نیز برای این مطرح کرده بود که چنین بود. او می گوید کاری شده شد. سرنوشت چنین بوده است. برگی در شاخی درخت به امر خدا نمی جنبد. این را روزی که مرده آسیابان برود رفت، شهباز از ملا شنیده بود. پس خدا پیش بینی کرده که روندی حادثات به اون صورتی که گذشت بگذرد. اگر 100 نفر تابوت را می داشتن هم مرده به آب می رفت. زن می گوید من گناه کردم و خدا به من نشان داد که هوشیار باش، همه را حساب و سند است. او می گوید اگر خدا نمی خواست ما گناه نمی کردیم. زن می گوید او مرا امتحان کرد و من نگذشتم، از این رو هشدار داد توبه و تضرع بکنم و من بعد از عاقبت هر گناه اندیشناک باشم. او می گوید از امتحان نگذشتن تو را و مرا نیز پیش بینی کرده بودند. ما به کردن این گناه محکوم شده بودیم. زن می گوید چه بهانه ساده، پس در دنیا یک گناهکار نیست. او می گوید گناه همان است که قبلا سری آن اندیشیده باشی که صادر میکنی. هرچی از ما رفت ناگهان بود، نه تو در سر فکری آن را داشتی و نه من. زن میگوید نمیدانم. بهترش تو از اینجا بروی که همواره عذاب دیدند. او میگوید تو حالا بیش از هر وقت به من محتاجی. آسیابانی که کاری زن نیست. باز در این خلوتگاه ماندنی تو عاجزه. در هر صورت من باید اینجا باشم، نه جای دیگر. آواره‌گردی به دلم زده است، من چون همه ریشه دواندن میخوام. زن لحظه می اندیشد و میگوید متاسفانه تو حق میگویی. به دست مرد اینجا امکان زیستن ما نیست که میخواد که آنچه 20 سال فراهم آورد در 1 ساعت بپاشد، این همه را به دیگر بسپارد. او میگوید ها بله، در عکس حال شما را بده میبرند، حشر میکنند و برایتان یک خانه که میسازند و این همه را به اختیار مرد دیگری میسپارند. زن باز که فکر میکند و میگوید بمان و ریشه دوان، از قسمت گریز نیست. شهباز درون چاگه در آمده بود و چنین یک مکالمه پیش خود ساخته بود
و انتظار بود که حالا در خانه دیگر پر صدا باز می گردد و زن نزد او می آید و مکالمه بالا صورت می گیرد و زن بالاخره از دلیل‌های او قناعتمند سر به سینه او می گذارد و این شب به همه شب از آن او می گردد. شب از نیست گذشته بود و در پر صدا باز نمی گشت. او پهلو می گشت، گل روشن می کرد، بیدار و انتظار بودنش را می نمود. از آن جانب جواب حرف گنگ شنیدنی کر بود و بس. پلکای چشمش وزنین می شدن و او صبح با عذاب چشم می کشد و خود را خوابیده می یافت و حیران می گشت که کی به او خواب چیره گشته و او از آمدن زن شاید در غفلت مانده باشد. اما چون این همه شبها و روزهای دیگر تکرار یافتند و فهمید که زن بالکل خواهش دیدار او را دیدن ندارد و هم صحبت هم شدنی نیست، اما وی باور داشت که خواه ناخواه زن به تقدیر تن می دهد و یک شب نه یک شب می آید و به حرف درون جاگهی او می درآید. از این رو به کاری آسیاب چسبید، غو را برداشت، چرخ را به کار درآورد و مردم گردش چرخ را دیده باز غلات خود را با آوردن سر کردند. تنها برادرش باری هم چیزی نآورد. شاید به آسیابی دی همسایه می برد یا نفری را خواهش می کند بجای او غلاتش آر می کند و یک بیگاه او یاد نداشت کدام بیگاه وقتی او چرخ را باز داشته در فکری خانه برگشتن بود که به آسیا زنک در آمد. شاید برای کار یا شاید برای نان پختن آرد می خواست. شهباز به یاد آورد که گلبوته ساعت قبل برای نمک به دهروان بود. زنک به سوی شهباز نگاه هم نپرداخت، گویا شهباز نام جاندار اصلا وجود نداشت. اگر وجود هم داشت برای او جای خالی بود. زنک سوی خنبه آرد رفت تا کرسانی دستش را آرد پر کند. نزدی خنبه آمد. چی فکری به سرش زد یا چی خواهش ته دلش پیدا گشت که نزدی خنبه به حرکت ایستاد. به شهباز نمود که قیامت ایستد و این کفایه بود که با 2 خیز خود را به زن رساند، او را آزاد بردارد و روی خلطه های دهان بسته غلات خواباند. زن مقابلت نشان میداد، او را پیرخر و حرام زاده می گفت، اما او با چالاکی که بعد از آن حیران مانده بود پیراهن زن را بالا زده و پاجامش را از خشتک به او پیوسته بود و او بعد به یاد آورد که این دم پره ها خود از خود به گردش در آمدند. چهر نیز نه آوازی گوش خراشی همه روزه بل آوازی فارمی غژک و کمانچه در داده بود و زن مقابلتی خود را قطع کرده به کمکی او شتافته بود. اکنون او با زن در یک خانه می خوابیدند و دختر در خانه دیگر. او وقتی باری اول زن را دیده بود از دل گذرانیده بود که در آغوش چنین زن خوابیدن چقدر باید خوش باشد و اکنون که شبهای دراز کوهستان و همیشه در آغوشش بود و گاهی میزاجی گرمی درونش رو میزد و شهباز را قریب خفه کرده میکشت، هر آینه خوش بودنی چنین آغوش را با چشم سر و گاهی که آنها بعد از مبارزه های طولانی خسته گشته پهلوی هم رو بالا دراز میکشیدند، زن به سخن میدرآمد. معلوم می شود که زن به او از روزی اول اینجا پیدا شدنش بی پروا نبوده است. یاد داری تو 3 سال قبل تابستان به اینجا آمده بودی، از سر و رویت عرق می شارید، روی لباسایت یک وجب خاک و غبار راه نشسته بود. از پشت پایان آمدی و به من و شوهرم که روی ایوان نشسته بودیم گفتی آیا مسافری را در این درگاه یک شب دمی گرم و جاگهی نرم می دهند؟ شوهرم گفته بود مسافری سرگشته در این درگاه نادر است و دلخواه 10 شب هم اگر بخواهی دمی گرم و جاگهی نرم پیداست. تو سپاسگزاری کردی و از من صابون پرسیدی تا گرد و غبار راه را بشویی. آن روز من تو را از روزنی آشخانه در شهر رود تصادف برهنه دیدم. تو بعد آنجا را خوش کردی. هر ره که می آمدی از من صابون می پرسیدی و آنجا تن می شستی، حتی چیله زمستان هم. من تو را از روزنی آشخانه دیدم و با آب سرد به تن کشیدنهات و مشک‌های با قوت بازو و سینه هوسم رفت. هر یک زن دیگر هم به ایمان جای من می بود شاید نامحرمی را چنین با هوس نگاه نمی کرد، اما من با خود کاری کرده نمی توانستم. آخر من غیر از یک شوهر دردمند و پوست تو خان گشته دیگر مردی ندیده بودم. هر ره که تو از سفر برمیگشتی صابون می پرسیدی. من صابون رو به تو می دادم و خود پسی روزنه کمین می گرفتم. بار شوهرم تصادفاً مرا مشغول این کار یافت. یاد دارم که خیلی ترسیدم. او پیش آمد و از روزنه بیرون نگریست، چیزی نگفت، خاموش برگشت و رفت. و همیشه همین طور بود.
بار ندیدم که او با یگان کاری من اراده گرفته باشد. بعضا من فکر میکنم که رفت و او در را بکشاید و مرا برهنه در آغوش بیگانه ببیند. آهسته گویا هیچ بلایی نشده باشد در را میپوشد و میرود. من برای این او را بد میدیدم. مرد لطه دک پاک کنی. آن روز که او مرا نزد رفزن دید، من بسیار میخواستم که او مرا بزند، چوب دسته بگیرد و تا مردن بزند، تا آن همه هوا و هوسا از دماغم براید. اگر آن وقت او مرا میزد، ما و تو با هم نمی بودیم. اما او حرف نزد و من او را باز شومتر دیدم. میدانی من در خوردی بار دیدم که چطور کودکان سگ دیدوی را میانگیر کرده بودند و او را با چوب دسته و سنگ میزدند. سگ ایرینجاس میزد، پیچتاب میخورد، اما در چشمانش نه نشانی درد بود نه نشانی خشم. آن شب وقتی که تو مرا صاحبی کردی و او آنی که یک ماه بیدم و بیاد بود ناگهان نیمخیز گشت و با ما نگریست. من عیناً همان نگاه را دیدم، نگاهی که در آن نه درد بود و نه خشم. اگر نگاه او درد یا خشم داشت شاید من پروایی نمی کردم، اما نگاهی بی درد و بی خشم او مرا آن شب زهرکاف کرد. چرا؟ من تا به حال نمی توانم به این پرسش پاسخ بیابم. و وقتی گفتن مرده او به دریا رفت، من فهمیدم، بلکه با تمامی وجودم احساس کردم که او نمرده است. او همینطور برای سنجیدن من، برای مشاهده فرو رفتن من به فساد و لژن خود را بیمار و زمین گیر نشان داده بود. مردنش هم ساخته بود. آنجایی که او از تابوت پریده بود من رفته دیدم. چیزی بیجان مرده نمیتواند با 2 غل به کام دریا برود. میفهمی؟ وی خود را مرده راست کرده بود. اگر او را در گور میگذاشتن، او شب از گور بیرون می آمد. لغزیدن تابوت بردار برای او فرصتی غیر چشم داشت پیش آورد. او خود را به کام دریا انداخت و خود را از جای میخواست بیرون گرفت. همچون شناور او همتا ندارد. من نه یک بار و 2 بار شنه او را دیدم. از این رو من اینقدر روزها خود را از تو دور می داشتم، زیرا می دانستم که او در همین قریبی هاست و مرا مشاهده می کند. به فساد و لژن فرو رفتن مرا دیدن می خواهد. بعد پیش نظری من پیدا گشته قاه به عاجزی و پستی من خندیدن می خواهد. او می دانست، او از روزی اولی زناشویی ما می دانست که من اون زنی نیستم که او می خواست. و حتی به گلبوته از پشت او از نطفه او به دنیا آمده بود مهری نداشت. گمان می کرد که من او را از کدام یک جوان مردی ده که روز 1-2 نفر غله به آسیاب می آورند بار آوردم. اما وقتی که تو مرا نزدی خنبه آرد دست گرفتی و روی خلطه های دهان پر غله خوابانده به من پیوستی، میدانی چرا من اول تو را نمی خواستم و بعد خواستمت؟ هنوز من از احساس آن که او زنده است و حالا از کجای این منظره را نظاره می کند خلاص نشده بودم. اما چون بناگاه پره ها به گردش در آمدن، چرخ نوای فارم و روح بخش در داد، من فهمیدم که نظاره و نفرت او در نزد من همه واقعیت هیچ است. نفرت او در نزد این همه واقعیت هیچ است. بگذار تماشا کند. بگذار چون اهریمن به این گناه ها که اینقدر شیرینند و سوزان زهرخنده زند. شنونده های عزیز، یادرس می شویم که شما حکایات را از کتاب سرمدیح نویسنده بهمنیار از سلسله گفتار تازه انگارها در قرائت نامزد علم‌های فیلولوژی عبدالجلیل امان از موج رادیوی فرهنگ شنیدید. کارگردان موجی گل یوسفова. پایان گفتار 45. شاد و موفق باشید.